نترس و عاشق فرهاد. فیلم خوابگاه دختران در سال 83 یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران بود و کمتر فیلم ایرانی رو می‌توان پیدا کرد که تا آخرین لحظه مثل فیلم خوابگاه دختران بیننده رو مضطرب و هیجان زده نگه داره. فعالیت بعدی باران سریال صاحب جنان و توفیق اجباری برای باران یک سقوط اجباری، شکستی سخت نه از لحاظ مالی بلکه از لحاظ هنری. کار بعدی باران تئاتری بود که کنار آتیلا پسیونی، حسن معصومی و مهین فضلی اجرا کرد که انسان از دیدن چندبارش دیر نمیشه. او به تازگی در فیلم‌های دایره بندی، کتونی پوکی و حیران ایفای نقش کرده. خب این هم بود نگاهی کوتاه و مروری بر کارنامه بازیگری خانم باران کوثری، هنرمند جوان سینمای کشور ما. برای او آرزوی موفقیت. نه اینم توی درام شم اما خودمون اصلا داریم یه بار دیگه من با بتونم یه جوری بتونم از این سراغ سر دیگه خودمون هم بیترم باشیم.